15 کلید میانبر در ویندوز. سلام آقای زمانی. سلام جانم. وینکی پرینت اسکرین، عکس از صفحه نمایش، وینکی جی، ضبط از صفحه نمایش، وینکی دبلیو، حالت وایت بورد یا فول اسکرین اسنیپ، وینکی ای، مای کامپیوتر رو باز میکنه، وینکی آی، تنظیمات سیستم یا ستینگ رو باز میکنه، وینکی پی، حالت انتخاب نمایشگر، وینکی ای، نوتیفیکیشن ها یا ناحیه اعلان رو فعال میکنه، وینکی اچ، تایپ صوتی وینکی کا، باعث میشه تا به وسایل دیگه کانکت بشیم مثل بلوتوث، وینکی ال، قفل کردن سیستم، وینکی نقطه، پنل ایموجی ها رو برای ما باز میکنه، وینکی ایکس، باعث میشه تا منوی سریع برای اون باز بشه، وینکی وی، قابلیت کلیپ بورد رو فعال میکنه، وینکی تب، جابجایی بین دسکتاپ های مجازی، وینکی پاز بریک. مشاهده اطلاعات سیستمی. مرسی از شما. خواهش میکنم حتما این ویدیو رو لایک کنین، سیو کنین، اون رو برای دوستان خودتون هم ارسال کنین و نظر خودتون رو زیر این پست برای ما کامنت کنین. موفق پیروز باشین. خدا نگهدار.